سلام به همه شنونده های عزیز تئاتر صدا. امروز قراره با هم بریم سراغ یکی از مهمترین و شاید عجیبترین چهره های تئاتر قرن 20. مردی که سکوتهاش از هر دیالوگی تاثیرگذارتر بود. آدمی که با یک نمایشنامه چهره تئاتر رو برای همیشه عوض کرد و هنوز هم بعد از سالها اسمش کنار واژه انتظار می درخشه. بله، امروز میخوایم بریم سراغ ساموئل بکت. با هم زندگیش رو مرور میکنیم، آثار مهمش رو میشناسیم و میبینیم که چه فلسفه‌ای پشت نوشته‌هاش بوده. پس خودتون رو آماده کنین چون قراره از اینجا سفرمون رو شروع کنیم. تصور کنید تمام زندگیتون رو در انتظار کسی بگذرونید که هرگز نمیاد. حالا تصور کنید این انتظار داستان زندگی یک ملت، یک نسل یا شاید تمام بشریت باشه. مردی که این تصویر رو برای همیشه در تاریخ تئاتر ثبت کرد، ساموئل بکت بود. نویسنده‌ای که سکوتش از صدای هر فریادی بلندتر بود. ساموئل بکت در سال 1906 در دوبلین ایرلند به دنیا آمد. کودکیش پر از کنجکاوی و مطالعه بود، ولی زندگی به اون یاد داد که جهان همیشه اونطوری که ما میخوایم نیست. در دانشگاه زبان و ادبیات فرانسه و ایتالیایی خوند و خیلی زود دلش رو به ادبیات فرانسه سپرد. همین علاقه او رو به پاریس کشوند، شهری که بعدها به خونه همیشگیش تبدیل شد. « 1953 پاریس شاهد نمایشی بود که هیچ کس تا اون روز شبیهش رو ندیده بود. در انتظار گودو. دو مرد ساده دل، ولادیمیر و استراگون، کنار جاده بی انتها منتظر مردی هستن که هیچ وقت نمیاد. هیچ حادثه بزرگی رخ نمیده، اما در همین به اصطلاح هیچ اتفاقی زندگی و معنی اون به تصویر کشیده بشه. بکت به ما نشون داد که گاهی سکوت و تکرار روزمره پر از معناست. اما گودو تنها چهره آثار بکت نیست. اون در نمایشنامه در پایان بازی جهانی رو به نابودی رو ترسیم کرد که شخصیتاش در جستجوی رهایی با ناامیدی و طنز سیاه دست و پنجه نرم می‌کنن. در آخرین نوار کراپ، یک دیگه از آثار بکت، مردی سالخورده به صدای ضبط شده جوونیش گوش میده و با گذشته روبرو میشه که دیگه در دسترس نیست. و در رمان مالون میمیرد، ذهن یک انسان در آستانه مرگ به جولانگاه فلسفه، هزیون و طنز تلخ تبدیل میشه. بکت تحت تاثیر فلسفه اگزیستانسیالیسم بود، جریانی که بر آزادی فردی، تنهایی و جستجوی معنا در جهانی بی‌معنا تاکید داره. او میگفت من همه چیز را پاک میکنم، فقط آنچه لازم است باقی میماند. به همین خاطر نمایش‌هاش مینیمال بودن، صحنه‌های خلوت، دیالوگ‌های کوتاه، اما بارها سنگین‌تر از صحنه‌های شلوغ. زندگی شخصی بکت به همون اندازه آثارش آروم و خلوت بود. اون اهل مصاحبه و هیاهو نبود. در سال 1969 وقتی که جایزه نوبل ادبیات رو برد، حتی برای گرفتنش به استکهلم نرفت. شاید چون براش مهم نبود دیده بشه، بلکه براش مهم این بود که آثارش دیده بشن. تا اپیزود بعدی به یاد داشته باشین شاید زندگی فقط یک صحنه باشه و ما بازیگرانی در انتظار.